توی این روزهای کرونایی حتما شما هم راجع به داروی امام کاظم شنیدید و سعی کردید از محتویاتش اطلاعات کسب کنید. بذارید این دارو رو بهتون معرفی کنم. این دارو که به توصیه امام کاظم تهیه شده به دو صورت زمستانه شامل مستکی، هلیله سیاه و شکر سرخ و ترکیبات تابستانه شامل هلیله سیاه، رازیانه و شکر سرخه. برخی از خواص محتویات این دارو: هلیله سیاه فعالیت آنتی اکسیدان، ضد قارچی، ضد ویروس، ضد سرطان، ضد باکتری و برای شکر سرخ ضد دیابت، ضد فشار خون، محافظت از سلول‌ها و برای رازیانه ضد استرس، محافظت از سیستم ایمنی بدن، محافظت از کبد و بهبود حافظه و برای مستکی خاصیت ضد التهاب و تقویت سیستم ایمنی دارد. مصرف این داروی گیاهی برای درمان به صورت 3 شب پشت سر هم و هر شب نصف قاشق چای خوری در حلق ریخته شود و سعی کنید تا 1 ساعت بعد از آن چیزی میل نکنید. جهت پیشگیری هر 10 روز یک بار نصف قاشق چای خوری از این داروی گیاهی رو در حلقتون بریزید. برای تهیه این داروی گیاهی میتونید به سایت attary.com مراجعه کنید.